من مادر جاویدنام راه آزادی نوید بهبودی هستم، کشته شده آبان 98. مادر 2 فرزند بودم. نوید فرزند اولم بود، 23 سالش بود، یه مدل حرفه‌ای بود و مهندس ماشین‌آلات بود. شغلش و کارش خیلی دوست داشت و دوست داشت که روز به روز پیشرفت کنه. واسه آینده خودش یه تصمیماتی گرفته بود، یه آرزوهایی داشت، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی آرزوهای نوید گرفت، آرزوهای همه ما را گرفت. فقط نوید من نکشتن، همه ما را کشتن. تنها آرزویم این بود که نوید سرسامون بگیره. یه جوان شاداب و خوش برخورد بود، خیلی هم دلسوز مهربان بود، ولی جمهوری اسلامی نذاشت که به زندگیش ادامه بده. به خواسته هایی که میخواست برسه همه را ازشون گرفتن. ولی من قسم خوردم پیش نوید که روزی زندگیم نفس میکشم راهش ادامه بدم و انتقام نویدمو بگیرم. دلیل اومدن ما اینجا چون حکم داشتیم، حکم زندان به ما دادن. من سال اول تولد نویدم بازداشت بودم که چرا دارم دادخواهی میکنم. نباید دادخواهی کنم، باید سکوت کنم. خب منم قبول نکردم چون جگر گوشم از دست داده بودم. خواستیم صدای بچه‌های کشته شده آبان باشیم. یه دونه نوید کشته نشده، هزاران نوید کشته شده، هزاران جوونا رو کشتن. هزاران مادران تو ایران دادخواه شدن که نمیتونن صدای بچه‌شون باشن چون جمهوری اسلامی نمیذاره. میگن بچه‌مانو کشتن، به حکم خودشون بردن شمال گذاشتن، بچه‌م پیش من نیست، بالا سرمون بودن، جلوی مراسم ها رو گرفتن. حتی ما حق یه مراسم، یه جشنی تولدی هیچی نداشتیم. ولی امیدوارم که به زود سرنگون بشن، ایران ما آزاد بشه، در کنار شاهزاده ما یه ایران آباد آزاد داشته باشیم. ارشیا من امسال مهر که بیاد میشه 2 سال من ارشیا من ندیدم. ارشیا 13 سالش بود که داغ داداشش دید. خیلی بچه بود، بچگی نکرد. الان شوهر من و پسر من تو ایرانه، منم که اینجا. چه کار میکنه؟ هیچ، خونه کاری نمیکنه. ارشیا دانشجوی دانشگاه میره، باباشم خونه است بازنشسته. امیدوارم که هممون با هم برگردیم. امیدوارم برمیگردیم. باید برگردیم. ایرانو پس میگیریم. خاک ما ایرانه، وطن ما ایرانه. اینجا خاک ما نیست. دقیقا. اینجا غربته. هیچ وقت اینجا خاک ما نمیشه. بچه‌های ما به خاطر ایران کشته شدن. پس ما باید هممون برگردیم به خاک خودمون، کنار بچه‌هامون یه جشن بزرگ بگیریم. امیدوارم. تنها آرزوی من آزادی ایرانه. یه مادر که یه بچه بزرگ میکنه آرزو داره با لباس دامادی ببینه، ولی من بچه ما با یه لباس دیگه دیدم. هیچ وقت فراموش نمیشه، نه میبخشیم نه فراموش میکنم. خیلی جوان کشته شد، خیلی مادر عزادار شدن، خیلی مادر، خیلی جوان ها زیر خاک رفتن بیگناه. ممنونم از محبتتون، از دعوتتون. امیدوارم توی ایران آزاد کنار هم باشیم. امیدوارم به زودی ایرانو پس میگیریم. جاوید شاه پاینده ایران.